کارشناسان حوزه تکنولوژی راجع به بهترین گوشی سال چیه؟ در مجموع این گوشی تقریبا میشه گفت کامل ترین گوشیه که میتونید داشته باشید. البته برای 1 سال بعدش باید برای AIاش پول بدید. اگه میخواید اندروید بخرید احتمالاً دیگه گزینه بهتری تو دنیای اندروید براتون وجود نداشته باشه. یک دلیل داره نری سراغش که نخریش. قیمت 1300 دلاریش. دوست داری 1300 دلار بابت گوشی پول بدی یا نه؟ الان حدود 73 تومن قیمتش. انتخاب با خودتونه. ولی وقتی آیفون ممنوعه و تو آنتندهی برات بسیار اهمیت داره، چه گزینه دیگه‌ای داری جز گلکسی S24 خصوصا اولتراش؟ بهترین گوشی سال چیزی نیست جز S24 اولترا.